اسلام است. ما با گفتار هم مطابق نیستیم، با رفتار هم مطابق نیستیم، با گفتار و پیندار هم مطابق حیات پیغمبر نیستیم. یکی از عوامل شکست مسلمانان، بسیاری از کارشناسان و سیرتنگاران دین و مورخان دین میگویند که یکی از عوامل شکست مسلمانان و این بی‌آبروگی مسلمانان و این اتهاماتی که بر مسلمان هست، عامل اصلیش دوری از سنت‌های پیامبر هست. آن حضرت فرمود لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. در مشکات آمده است که آن حضرت فرمود هیچ یکی از شما مؤمن کامل نمی شود تا مادامی که خواهشات نفسی خود را مطابق خواهش من رسول الله قرار ندهد. خیلی حدیث مهمه، از یک جهت خطرناک حدیث است، بی‌حد خطرناک است. فرمود مؤمنی پررن نمیشه، اصلا نمیشد شما را مؤمن گفت تا زمانی که خواهشات نفسی خود را کنار بگذارید و از من محمد رسول الله پیروی کنید. پیروی کردن از محمد رسول الله جزء رکن دین مقدس قرار میگیرد. مخالفت از ذات مبارک کفر صریح است. کسی احکامات پیامبر را نادیده بگیرد، قبول نکند. بسیاری از علما فتوای کفر اون شخص را صادر کردند، خیلی مواظبت کردن در کار. ما باید در تمام روزمره زندگیمان از حیات مبارک رسول الله پیروی کنیم و والله العظیم اون روز است که ما به موفقیت میرسیم. اون روز است. سعدی رحمت الله علیه در بستان میگوید مپندار سعدی راه صفا، توان رفت جز پی مصطفی. خلاف پیغمبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. رسیدن به مقام اصلی، رسیدن به اون جایگاه اصلی یک مؤمن، شما فکر میگه همین است مقام ما، غلط هست. این اندیشه اینا، ما بالاتر اندیشه داریم، ما فکری وسیع‌تر داریم، ما هنوز در جایگاه نیستیم. مؤمن در جایگاه قرار میگیرد که بر 7 اقلیم حکم روایی میکند، حکمرانی میکند. شما دقت کنید، نه تنها این در حیات مبارک اصحاب پیامبر، در زمان حیات تابعین هم این دلاوری ها، این شجاعتی ها و این حکم روایی ها حکم فرما بود. عمر ابن عبدالعزیز، بسیاری از علمای دین قائلند که 5مین خلیفه مسلمین در عالم هست. گرچه 4 خلیفه ما قائل هستیم، ولی بسیاری از علما معتقدند که عمر ابن عبدالعزیز 5مین خلیفه مسلمین در عالم است. عمر ابن عبدالعزیز در زمان تابعین بود، بعد از حیات صحابه است، بعد از 100 ساله آخری حیات صحابه است، ولی اونقدر حکومت داشت، بر 7 اقلیم حکومت داشت، سلطنت داشت. مسلمانان برای عالم درس میدادند. شما مگر امروز ما اینقدر محتاجیم، اینقدر ما بیچاره شدیم که امروز برای تحصیل علم نمیدانم در دانشگاه فرانسیا و در آکسفورد و در هر جا میریم میگیم تعلیم بگیریم، در حالی که غافلیم که اولین کسی که ابتکارات در علوم پیشرفته تکنولوژی، در علوم علم دنیوی اولین پیشرفت را مسلمانان داشتند. در زمان حیات هارون الرشید همین ساعتهایی که امروز به دست داریم اختراع شد. همین در زمان سلطنت هارون الرشید، یکی از خلیفه بزرگی بود در زمان عباسیان، در زمان خلیفه هارون الرشید ساعتها به وجود وقتی غربی ها دیدن گفتن وا ویلا مسلمانان جادوگرن. در درون ساعت، در درون شیشه دیو بودن و عقرب ها رو میبرن. حیران شدن غربی ها تعجب کردن، گفتن این مسلمانان جادو کردن شیشه را. ولی امروز به پیشرفت علمی که دنیا دارد ترقی میکند، نتیجه و اصل و بنیاد این علوم و ریشه این علوم اختراعات در دست مسلمانان بود. ما خیلی ثروت داشتیم، ما خیلی، و باز هم شما را خوشخبری میدهم هنوز این ثروت وجود دارد. قرآن مجید در مابین مسلمانان هست. ما هیچ کتابی را نمیتوانیم، هیچ کتابی دنیای را نمیشود با قرآن مقایسه کرد. هیچ کتابی را. اقبال چیزی با میگه اصلا نمیشود این کتاب را کتاب گفت. آن کتابی زنده قرآنی حکیم. اقبال میگوید
حکمتی او لایزال است و قدیم، ارج میگیرد از او ناارجمند، بنده را از سجده سازد سر بلند. نقش قرآن چون که در عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهین را شکست. فاش گویم آن چی در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. بالاترین قانون امروز در مابین مسلمانان قرآن مجید هست. اکنون از خود بپرسیم، خودمان فتوا بدهیم، برای خودمان قضاوت کنیم که آیا ما چقدر بر قرآن عمل کردیم. در قرآن آمده است که مسلمان نباید مسلمان را برنجاند. آیا ما نگاه کنیم نباید از دست مسلمان دیگر در آزار باشد. امروز همه جا غوغا هست. مسلمان از برادر شکایت میکند، مادر از پسر شکایت میکند. مشکل همین است. آن حضرت فرمود لا من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی هست که از دست و زبان او کسی در آزار نماند. اون کسی که به شمشیر بزند اون قدر علم کننده نیستی که با اون کسی را میرنجانیم. چقدر روز دست و بلند میزنیم. حضرت علی فرمود که جراحات السنام لها التیام ولا یکتام ما جرح اللسان. جرهای نیزه به گردد به دارو، ولی جرهای زبان را نیست دارو. چقدر ما مسلمانان را رنجاندیم. باز مدعی هستیم، ما دروغگو هستیم. ما باید زندگی ما را بسنجیم، کل پالوهای زندگی را بسنجیم، نه اینکه ما فقط در قبال خانواده احساس مسئولیت کنیم. ما احساس مسئولیت کنیم در همه زمینه‌های زندگی ما مسئولیت داریم. آن حضرت فرمود که شما مسئول، مرد در بالای زن مسئول.